میان غالبان منطقوی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال در بین دسته‌های لیگ دوم دور نهایی رقابت‌ها برای دریافت راه‌خط لیگ یکم صورت گرفت. در مرحله نهایی قهرمانی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ دوم 6 دسته که در منطقه‌های خود از شهرهای دوشنبه، ولایت‌های سوخت و خاطلون غلبه به دست آورده بودند، همکنون برای دریافت راه‌خط در مرحله نهایی مبارزه بردند. اینها لوکوموتیو دوشنبه، شادمان حصار، پرواز فرودگاه بین‌المللی خوجند، اسفره، شاهین مومن‌آباد و نور دهاتی 5 میباشند. در نتیجه قرعه‌کشی دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه در دور نهایی با هم رقابت کردند. دسته‌هایی که زینه دوم را کسب کردند برای مدال‌های برنجی مبارزه بردند. در واخوری برای جای سیوم دسته شادمان حصار بر لوکوموتیو دوشنبه پیروز شده، همکنون این تیم فوتبال با اشغال زینه سیوم راه‌خط لیگ یکم را به دست آورد. شادمان حصار در میدان خود لوکوموتیو دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد. در قوزمایی نهایی دسته اسفره بر پرواز با حساب 2-0 غلبه کرده غالب مسابقه و برنده جام گردید. همین طریق از روی نتیجه‌گیری قسمت نهایی لیگ دوم تاجیکستان دسته‌های اسفره، پرواز فرودگاه بین‌المللی خوجند و شادمان حصار راه‌خط لیگ یکم فوتبال تاجیکستان را در موسم سال 2023 به دست آوردند. همکنون این تیم‌های فوتبال شروع از موسم جدید بازی‌های خود را در لیگ یکم ادامه خواهند داد. بعد از انجام بازی‌های نهایی مراسم جمع‌بستی مسابقه برگزار شد. در مراسم جمع‌بستی مسابقه نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف، دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال کشور سیدولی شاقربونوف و رئیس شهر حصار قاسم راهبر اشتراک نموده غالبان و جایزه‌داران را قدردانی نمودند. لازم به یادآوری است که نیم محافظتگر دسته اسفره حاجی عبدالمنانوف بهترین بازیگر مرحله نهایی مسابقه دانسته شد. رحمت خود را به همدستگانم می‌رسانم که در این بازی محنت خود را کردند و ما مرا مقصدی که ترینرها به پیش ما گذاشته بودند ما آن را اجرا کردیم و به لیگ یکم را خط گرفتیم. حالا مرا مقصدی دستای ما خیلی کلان است. ما مهنت میکنیم که امسال از لیگ یکم به لیگ عالی برایم. همکنون با نشان دادن چنین یک نتیجه دلخواه دسته‌های در بالا ذکر شده را میباید که آمادگی خود را باز هم بهتر و خوبتر نموده به هیئت خود بازیگران جوان و با استعداد را جلب سازند، زیرا برآمد کردن میان دسته‌های فوتبال لیگ یکم تاجیکستان نظر به لیگ دوم مشکل تر خواهد بود.